از طراحیمو که با قلم فلزی هست نشونتون بدم، یکم گپ بزنیم و از روزمرگی های من ببینید که شامل کتاب و فیلم و ورزش میشه. خب بچه ها بریم که یک طراحی با قلم فلزی داشته باشیم و شاید بخوام این مرکب سرمه‌ای بود تو ولاگ قبلیه نشونتون دادم خریدم، اینو کار کنم. حالا بریزم رنگشو ببینم چطوریه و اینکه این پورتره رو انتخاب کردم. یه سر با قلم فلزی کار میکنم، بریم که نشونتون بدم چجوریه و چه سوالی داره. بچه یکی از کارهای مهمی که موقع طراحی انجام میدیم ما اینه که باید از کار فاصله بگیریم، از دور نگاش کنیم یا اصلا بریم یه چرخی بزنیم برگردیم. وقتی دوباره نگاه میکنی به کار متوجه حالا جایی که ایراد داره یا میخوای روش کار بکنی یا چیزایی که باید تغییر بکنه میشی و میتونی مجدد طراحی رو شروع کنی. من امروز تمرین پا داشتم و خیلی منتظر این روز بودم ببینم برنامه که برای خودم نوشتم چجوری و چقدر طول میکشه و چه خبر و آخه یه جوری چیدم که قشنگ بدنم رو به چالش بکشه و 9 شروع کردم تا 10 و 35 دقیقه 1 ساعت و 35 دقیقه طول کشید. البته تنابم بهش اضافه کنیم دیگه میشه 1 ساعت و 45 دقیقه و قشنگ بدنم میگیره، یعنی منتظرم که بگیره و یه 3-4 دقیقه منیزیم باید بندازم بالا. من آماده شدم برم پیاده روی، یه خوردم احساس میکنم ناخوش احوالم، امیدوارم که مریض نشده باشم. برم یه آب و هوای عوض کنم و برگردم. میخواستم یه آپدیت بهتون بدم از این چند روزی که گذشت. روز جمعه یه قسمت از سریال فرام رو دیدم و از این جنیا بود قشنگ، یعنی از اون مدل‌ها که کاراکترها قیافشون عجیب غریب میشه و ترسناک میشه و اینا و من تو همون قسمت 1 دیگه گفتم حالا 2 شو دیگه ببینم چی میشه واقعا، چون احساس کردم شب دیگه خوابم نمیبره ندیدمش. ولی رفتیم فیلم استخر رو دیدیم مال سروش صحت و خوب بود،
خوشفاز بود و اگر کلا مدل سروش صحت رو دوست داشته باشید، حالا فیلم هایی که ازش دیدین یا شخصیتش رو دوست داشته باشید، خوشتون میاد از فیلماش. مثلا جهان با من برقص و اگر دوست داشتید این هم دوست دارید، خوب بود حسش. و اینکه آخرای کتاب هیدن پتانسیال هستم و دیدین آخرای کتاب چه حسی به آدم دست میده. اینجوریه که هم دوست داری تموم شه، هم دوست نداری تموم شه. مثلا باهات مونده و انگار یه جوری شده، انگار مثلا انقدر تو روزهای مختلف یه کتاب باهات میمونه. حست اینجوریه که هم دوست نداری تموم شه، هم دوست داری حالا ببینی آخرش چی. حالا این داستانی نیست که آخرش چی، ولی خب بخشای جذابی داشت واقعا. شما چی میخونین؟ مشغول خوندن چه کتابی هستید؟ چی دوست دارید بخونید؟ چی میبینید فیلم؟ بهم بگید و پیشنهاد بدید اگر چیز خوبی مد نظرتون هست که منم دنبال کنم. بچه‌ها من رفتم یه قرص آهن داشتم فرافورت، ازش دوباره گرفتم که دوباره شروع کنم بخورم. خیلی تو قرص آهن خوردن تنبلم. نمیدونم شما هم همجوری هستین؟ این حالا باز منیزیمو میخورم ولی آهن واقعا یادم میره. اینم با اسید فولیک 30 تایی 500 و خورده ناقابل. البته یه روز در میون فکر میکنم باید بخورم. آره یه روز، دکتر میگفت یه روز در میون. شما هم جدیش بگیرید، این به خاطر فریتین خون خیلی مهمه، مخصوصا ما خانوما که حتما مصرف کنیم. سلام بچه‌ها، صبح دوشنبه بخیر. من دارم آماده میشم که ورزش کنم و همونجور که گفتم تمام بدنم قشنگ گرفته، ولی خب چاره چیه، نمیشه روش همینجوری مثلا کاری نکنی و اینا. هرچی فعالیت داشته باشی بهتره. فردا روز رسته و امروز دیگه باید یه جوری بگذرونم. امروز کاردیو هم دارم و تو جنب و جوشم و به پر و اینا دیگه قشنگ بدنم بریم ببینیم چی سرش میاد. میخواستم اینو نشونتون بدم بچه‌ها که بعضی وقتا واقعا ساده ترین چیزا از دستمون خارج میشه و نمیتونیم انجامش بدیم تو روزمره، یعنی فراموش میکنیم. من بابت قرص آهن و منیزیم و حالا مولتی ویتامینایی که باید بخورم برای خودم نوشتم که یادم نره. من واقعا فراموش میکنم یه قرص آهن به این سادگی رو بخورم. یعنی بعضی وقتا یه سری کارهای کوچیک هستن ولی ضروری که ما فراموش میکنیم. من تمرینم تموم شد حسابی، خیلی خوش گذشت، حسابی عرق کردم. حتما آب زیاد بخورین، مخصوصا توی ورزش که خیلی هوا گرم و بیشتر عرق میریزیم. حتما آب بخورید. 30 دقیقه کاردیو داشتم قدرتی و تمرین شکم انجام بدم و برم طناب و امروز ورزشم تموم میشه. شما چیکار کردی؟ ورزش چه خبر؟ من اومدم پیاده روی با اینکه پام افتضاح گرفته ولی خب دارم لنگون خودم رو میکشم. اینو ببینین چه خوشگله. حالا این طرفش گل نداره، اون طرفش خیلی صورتیه. آسمون هم خیلی قشنگه، هوای خوبیه. من
رفته بودم آزمایش امروز بچه‌ها، آزمایش خون بدم، یه چکاپ بشم و اینا. اصلا انرژی ندارم، خیلی خستم. ساعت 6 بیدار شدم، 7 آزمایشگاه بودیم و اصلا خیلی گیج و خستم. احتمالا امروز فقط بخوابم یا یه فیلم ببینم. قهوه گذاشتم درست کنم ببینم یکم انرژیم برمیگرده یا نه. شما چه خبر؟ بچه‌ها من 3-4 ماهه که کلا روند کتاب خوندنم و تمرکزم به شدت افت داشته و کتابایی که الان دارم میخونم پارسال گرفتم و تو این شرایط جنگ و اینا یهو تصمیم گرفتم که کلا کتاب خوندن رو خیلی کم کنم، بیشتر فیلم دیدن و چیزایی که تمرکز کمتری نیاز داره رو بیارم تو برنامه و همچنان درگیر این قضیه هستم و دوست دارم بیشتر کارهای انجام بدم که بدنم توش درگیر باشه، خیلی کمتر فکر کنم و بخوام ذهنی درگیرش بشم. مثلا غذا درست کردن، پیاده روی، سینما رفتن، طبیعت گردی، یه همچین چیزایی. و همش احساس میکنم یه خستگی روحی دائم با من داره همینجوری میاد و توی زندگی شخصیم، تو روابطم، تو کارام، تو همه جا نمود پیدا کرده. یه غمیه دیگه، یعنی اون جدا از اون غمی که هممون داریم تجربهش میکنیم، یه دوز ملایمی دیگه با ما مونده و داره توی روزمرگیامون، تو زندگیمون قشنگ میشینه. و میدونین یادم به این جمله افتاد که میگه باید با یه خورده غم تو زندگیمون کنار بیایم و طبیعیه. ولی میدونین غم، این غم خیلی دردناک تره تا یه غمی که حالا بخوایم با خودمون حملش کنیم تو بقیه روزای زندگیمون. این غم جمعیه خیلی سنگین تره انگار تا یه غمی که یه خورده باهاش کنار بیایم. و ببین چجوری تاثیر گذاشته تو تک تک کارامون، برنامه هامون، روزمرگی هامون و آدمو خسته میکنه، آدمو کرخت میکنه، آدمو سنگین میکنه و نمیذاره با اون حالی که باید و شاید پیش بره. آخه میدونین من واقعا اینجوری هم که نمیذارم هیچ چیزی خیلی منو داون بکنه، مودمو بیاره پایین. همیشه به یه چیزی وصل میشم که انرژیمو ببرم بالا. مثلا ورزش یکیش بوده که همیشه هم جواب بوده برام. مونتا توی یه سری چیزا دیگه از اون طرف خیلی فاصله گرفتم و دور شدم و انگار به یه بی‌حسی رسیدم، به یه بی‌حسی نسبت به خیلی از مسائل، خیلی از چیزا دیگه. خیلی از چیزا برام اهمیت آنچنانی نداره. حالا نمیدونم این به خاطر نزدیک شدن به 30 هست، به 30 سالگی، یا به خاطر شرایط فعلی. نمیدونم شما هم تجربه میکنین این حالا یا نه. یه چیزی مونده که انگار قرار نیست بره، یه حالی مونده که بیرون کردنش سخته، نشستن باهاش هم سخته. نمیدونم درمانش چیه و راه حلش چیه. بچه‌ها من امروز داشتم توی اسکرین شات ها میگشتم که یه فیلم ببینم، دنبال یه فیلم حال خوب کن بودم، ولی خب اینو حالا پیدا کردم تو اسکرین شات هام، دانلودش کردم. نورنبرگ یا نیورنبرگ، یه فیلم تاریخی هست، بر اساس یه کتاب ساخته شده و برای من جذاب بود. اصلا فیلم های تاریخی و اگر هم مربوط به جنگ باشه خیلی دیدنشون برای من جذابه. یه داستان متفاوتی هم داره و شما رو بین یه عمل منصفانه و غیر منصفانه گیر میندازه که دوست دارید پایانش به کدوم سمت بره. یه شکی میندازه تو دلتون که خودتونم میمونید. و اینکه تو ویکی‌پدیا نوشته بود 4 دقیقه تشویق ایستاده گرفته توی جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو و جایزه گرفته که این تشویق جز طولانی ترین تشویقای این جشنواره بوده که تا حالا پیش اومده. اگر دوست داشتید ببینید، این میذارم اینجا پوسترشو و نظرتون رو بگید و امیدوارم که از این ولاگ لذت برده باشید و امیدوارم که بتونید با
این غم یا بدون غم به یه طریقی که بهتون کمک میکنه این روزها رو سپری کنید. تا بلاگ بعدی، خداحافظ.